امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این ویدیوی خیلی کوتاه میخوایم یک مروری داشته باشیم بر امکانات جدید نوتبوک LM گوگل و علاوه بر اون چون خیلی سوال میپرسن که توی نوتبوک LM چطور میشه خروجی فارسی گرفت. ما هرچی خروجی میگیریم حالا برای پادکست یا ویدیوهایی که میسازیم خروجیمون انگلیسی هست یا حالا به زبانهای دیگه هست. میخوایم بهتون بگیم که چطور میتونید ازش خروجی فارسی بگیرید و به همین بهانه یه مرور کوتاهی هم داشته باشیم روی ویژگی‌های جدیدی که بهش اضافه شده. خب نوتبوک LM یه بخشی از پکیج گوگل ورک اسپیسه که وقتی که شما اشتراک گوگل ورک اسپیس رو میخرید میتونید از نوتبوک LM استفاده کنید برای اینکه مطالب رو بتونید بهتر بفهمید و در واقع به یک نوعی ازش به عنوان یک جزوه اینتراکتیو استفاده کنید. مثلا از روی منابع درسیتون براتون پادکست بسازه، ویدیو بسازه، توضیحات بسازه، سوالات امتحانی از روش طرح کنه و چیزای اینطوری. که حالا خب یه کاری هم که ما شروع کردیم و لینکش رو من توی دیسکریپشن براتون میذارم توی یک کانال تلگرامی که حالا آیدیشو براتون میذارم. اون کانال تلگرامی رو ما میایم خیلی از مقاله های وبسایت آرشیو که در حوزه هوش مصنوعی هستن رو و خیلی از مقاله های دیگه و مباحث دیگر رو که ممکنه به درد افراد مختلف بخوره وقتی که پادکست میکنیم توی اون کانال قرار میدیم. خب و یه کار دیگه هم که میخوایم بکنیم، حالا میخوایم توی گروه فارسی زبانان اروپا به زودی بیایم و برای کسایی که نمیتونن اشتراک نوتبوک LM رو بخرن یه سری از جزوهایی که اونا به ما میدن رو تبدیل به پادکست کنیم یا تبدیل به ویدیو کنیم براشون که بتونن استفاده کنن و توی همون کانال قرار بدیم. حالا چیزی که من میخوام بهتون نشون بدم، فرض رو بر این میذارم که خودتون تا حدود زیادی با نوتبوک LM آشنا هستید. میام اینجا یه دونه کرییت نیو نوتبوک میکنم که مثلا میخوام یه نوتبوک جدید بسازم. بلافاصله وقتی که این کار میکنم میاد و یه پنجره برای من باز میشه که حالا من پنجره رو دوباره بخوام باز کنم این آپلود سورسز رو میزنم. این قسمت وسط من میتونم فایل PDF، فایل تکست، مارک داون و مثلا فایل صوتی آپلود کنم. فایل صوتیم حالا میتونه MP3 باشه، میتونه فایل ضبط شده حتی یک کلاس درسی باشه که مثلا شما اگه امروز رفتید مثلا دانشگاه فلان درستون رو ضبط کردید بیاید اونجا فایلش رو آپلود کنید و این خودش متن رو تشخیص میده و همه متن رو میفهمه، کل متن رو بدون کم و کاست میفهمه و میتونید حالا روش کارهای مختلف انجام بدید. یا میتونید مثلا به گوگل درایوتون وصلش کنید تا 300 تا سورس مختلف هم میتونه تحویل بگیره، یا حتی یک ویدیوی یوتیوب رو بهش بدید. حالا اون ویدیو یوتیوب میتونه به هر زبانی باشه. یک صفحه وبسایت رو بهش بدید یا اینکه یه تکست رو به صورت خیلی معمولی براش پیست کنید یا خودتون یه یادداشتی بنویسید برای جزء این جزء ها قرار بدید. حالا مثلا من فرض کنید که این مقاله از آرشیو رو میام چیز میکنم، آپلود میکنم و این شروع میکنه ببینید به همین سرعت آنالیزش میکنه و در عرض چند ثانیه که آنالیزش تمام شد اینجا الان این آن تایتل نوتبوک تغییر خواهد کرد، تغییر کرد و شما اینجا عنوان رو میبینید و توضیحات رو میبینید. حالا که عنوان و توضیحات رو دیدید، اگر روی اینم کلیک کنید میاد و براتون یه کل متن این PDF رو به صورت این شکلی مینویسه و اینجا هم توضیحات فارسیش رو مینویسه چون من روی زبان فارسی ستش کردم. حالا اینجا 6 تا گزینه مختلف داریم که ما میتونیم این کارا رو با متن کنیم. اینجا هم که چت رو داریم، یعنی اینجا من میتونم راجع به این مقاله که البته اصلش به انگلیسی بود توی این فایل PDF که من آپلود کردم بیام و سوال مختلف راجبش بپرسم به فارسی. چیزی که میخوام بگم اینه که شما اگه برید توی در واقع setting و توی output language اینجا میتونید فارسی رو انتخاب کنید. وقتی که این رو فارسی انتخاب میکنید همه این موارد دیفالت به صورت فارسی خواهد بود. یعنی شما اگه مثلا اینجا میاید آدیو اوورویو میزنید که از روی این فایل PDF براتون پادکست بسازه، خروجیش فارسی خواهد بود. معمولا هم این آدیو اوورویو طبق آپدیت های جدید که همین چند هفته گذشته اومده چند تا حالت داره. اگه من همینجوری دیفالت بزنم دیپ
دایو در واقع که میاد اون مطلب رو به صورت خیلی عمیق بررسی میکنه و آموزش سعی میکنه بده. حالت بریف هم داره، شما میتونید رو بریف بذارید. این گزینه هم جدیدن اینجا هم اضافه شده که اینجا هم میتونید بیاید این دوباره زبانش رو تغییر بدید، ولی این گزینه که تو ستینگ بود به صورت کلی بود. یه گزینه خیلی خوبی هم داره که حالا خیلی به درد درس و اینا نمیخوره، ولی به درد جزوه های دانشجویی میخوره. به درد ببخشید مثلا شما اگه یه طرحی یه پایان‌نامه آماده کردید و میخواید به صورت نقادانه بهش نگاه کنه، میتونید یه پادکست کریتیک ازش تولید کنید، یا اینکه دیبیت به این صورتی که دو نفر دارن در واقع مناظره میکنن در راجع به اون. یک نفر حالا نظر موافق رو داره نسبت به اون چیزی که شما آپلود کردین، یک نفر نظر مخالف رو داره و این دوتا دارن تو سر کله هم میکوبن. اینجا هم میتونید یه پری پرامپت بهش بدید، مثلا بگید که دوست دارید مثلا لحن پادکستتون چه شکلی باشه، یا کدوم قسمت ها رو بیشتر فوکوس بذاره، کدوم قسمت ها رو حذف کنه تو پادکست اصلا نیاره و چیزای اینطوری، که بعضی وقتا به این پری پرامپت اصلا توجهی نمیکنه. حالا بهتر میشه به مرور، ولی بعضی وقتا توجهی نمیکنه. اینجا هم که میتونید بین دیفالت و شورتر تعیین کنید که معمولا وقتی الان دیفالت رو میذارید طبق آپدیت های جدید اگه اکانت پرو داشته باشید حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت از هر جزوه یا هر مطلب و مجموعه سورسی که بهش میدید میاد براتون تولید میکنه. بعد جنریت رو میزنید. حالا رو اون حالت میتونیم هم بازم طبق آپدیت جدید همزمان دو تا آدیوی مختلف رو، مثلا اون دیفالتش که گفتم دیپ دایو، غیر دیفالتش این کریتیکه، و جنریت میزنیم و میره جلو و براتون تولیدش میکنه. یه چیزی هم که هست، اینو من اگه کوچیکش کنم اینجا همزمان میتونم سورس های دیگر رو اد کنم و مثلا حالا اون سورس هم میتونه مثلا یه تکست باشه، ولی وقتی که ادش میکنم اگر میخوام این سورس هم توی اون پادکستی که تولید میشه وجود داشته باشه، میتونم اینجا انتخاب کنم کدوم سورس ها میخوان جزء اون پادکست باشن و بعد بیام دوباره اینجا کلیک کنم. یا ویدیو اوورویو هم جدیدن پشتیبانی از فارسی رو اضافه کرده تو کانال یوتیوب ما، میتونید نمونه هاش رو ببینید که از چیزهای مختلف ویدیو تولید کردیم. بعد و خیلی چیزای دیگه هم داره، مثلا گزارش داره، فلش کارت میتونه از منابع درستون براتون تولید کنه و کویز یعنی سوالات امتحانی ازش تولید کنه که البته خب سوالات امتحانیش خیلی ساده هستن. ام، حالا من توصیه میکنم که شما اون لینک کانالی که توی تلگرام دارید رو توی دیسکریپشن حتما نگاه کنید و بهش جوین بشید. اگر خواستید هم اونجا میتونید سوالاتتون رو باز مطرح کنید تو کامنت های همون کانال یا تو کامنت های همین ویدیو، و یا اگه درخواستی داشتید و دوست داشتید، مثلا بچه‌هایی هستن که خب نمیتونن پرداخت یورویی کنن و اکانت پرو دسترسی ندارن، اگر اونجا درخواست کنن ممکنه ما اگه فرصت داشته باشیم براشون در صورتی که فرصت داشتیم براشون یه پادکست خاصی رو مثلا منابع رو ازشون بگیریم و براشون تولید کنیم و فایلش رو اونجا بذاریم که عموم بتونن استفاده